یکم سپتامبر سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت بینای خوابگاه مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و به پرستار شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار داده با تربیت گیرندگان آن صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. بینای خوابگاه برای 375 نفر در اساس دستور و راهنمایی‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکار وطنی وکیل شهری راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جوابگو به طلبات معاصر ساخته شده است. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که ضمن بازدید از مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه سال 2018 داده بودند خوابگاه را ساخته به استفاده دادیم. خوابگاه با تمام شرایط مجهز گردیده شده است. کودکان می توانند آزادانه آرامانه استراحت خود کنند. ما صاحبکاران وطنی باید سهم خود را برای آبادی گلگوشکاری وطنی از زمان گذرانیم. انشاءات نوبنیاد از 4 آشیانه و تاخانه عبارت بوده در مساحت 1 هکتار زمین قامت افراخته است. کارهای ساختمانی در انشاءات ماه اپریل سال 2019 در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آغاز گردیده در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. بینای خوابگاه از 45 حجره خواب، حجره‌ها برای مربیان، مدیر، پاسبان و دیگر اتاقهای یاری رسان عبارت بوده با تمام شرایط ضروری تامین می باشد. انشاءات همزمان دارای لیفت زمانوی است. در هر یک حجره خواب برای باشندگان رختای خواب، جای شستشوی بدن و دیگر شرایط لازمه مهیا بوده بنا با تمام قاعده های بخطری از جمله کامراهای نظارتی تامین می باشد. خوابگاه دارای نقطه مخصوص گرمیدهی می باشد که در فصل زمستان گرمی تمام حجره ها را تامین می کند. ما خیلی شاد و خرسند از آن هستیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت وطن محبوبمان پیشوای معظم ملت پدر غمخوار ما را چون همیشه عیادت نموده این بار برایمان چنین خوابگاه زمانوی دارای تمام شرایط‌های ضروری زندگی و روزگار را هدیه نموده است. از این رو ما تعلیم گیرندگان با باوری کامل گفته می توانیم که نزدیکی‌های مهمترین کسب‌های معاصر جهانی را از خود نموده متخصصان بلند اختصاص گردیده به وطن عزیز و مهربانمان خدمت می‌نماییم. هر آنچه ضرور است داریم. فرزندی به ناموس دیاریم. با رنج حیات در نبرد خانیم بزرگ دور گردیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط خوابگاه نو با 500 نفر تربیت گیرندگان مؤسسه های اینترنتی شهر دوشنبه صحبت آزاد و صمیمی انجام داده آید با توجه و غمخواری های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت به طبقه احتیاجمند جامعه اندیشه‌رانی کردند. سرور دولت تربیت گیرندگان را با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز سال نو خانش تهنیت گفته افتتاح بینای خوابگاه مکتب اینترنت را در این روزهای جشنی تحفه ارزشمند حکومت مملکت به نسل آینده ساز ملت معنی داد کردند. فرزندان عزیز، امروز روز 1 سپتامبر روزی دانش عرض صحبت داد. اولا من همه شمایان را به روز 1 سپتامبر روز دانش سرشوی سال نوی تحصیل تبریک و تهنیت میگویم. فرزندان عزیز، امسال برای ملت تاجیک، دولت تاجیکان، خلق تاجیکستان بسیار سال مهم، تاریخی، مقدسترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. انا با همین شرافت ما امروز در نزد شما هستیم. برای شما بینید خوابگاه درجه عالی مهیا کردیم، ساختیم و در اختیار شما امروز سپاریدیم. همه شما را تبریک میگویم. به شما سلامتی، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند هستم.
من دایم در فکر شما هستم. از مربیان، آموزگاران دائما طلب میکنم که فرزندان ما را نگاه کنین، غمخواری کنین، مثل فرزندان خودتان مهربان باشید. تمام شرایط را برای بیمار نشوند، اذیت نکشند، گرسنه نمانند، سر لباس درجه عالی. من حالا خوابگاه را دیدم، شرایط خوابگاه حاضر زمان بنیاد شده است. فرزندان عزیز، بعضن ما در عائله هامان، حتی صاحبکاران و آدمان ثروتمند برای فرزندانشان چنین شرایط مهیا نمیکنند. ما تا حیات مستقلانه شما را تربیت میکنیم، به وایا میرسانیم، به زندگی مستقلانه را گسیل میکنیم. در عرفه جشن بسیار تاریخی و مقدس ما 30 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم. بار دیگر همه شما را تبریک میگم. به شما سلامتی، عمر دراز، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند است. تأکید گردید که غمخواری نسبت به یتیمان و بیپرستاران و شخصان نیازمند در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان دارای جایگاه و موقع خاص بوده برای بهتر نمودن شرایط تحصیل و کار و زندگی آنها پیوسته تدبیرهای سودمند و ثمره بخش اندیشیده می شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همین جا به مناسبت آغاز سال نو خوانش به هر یک تربیت گیرنده سر و لباس مکتبی، لوازمات خوانش و شیرینی ها تقدیم کرده آنها را به تحصیل خوب و انتظام نمونوی راهنمایی کردند. مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بیپرستار که یکی از کلانترین مؤسسه های تعلیمی جمهوری به حساب می رود، سال 1972 در زمینه مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بیپرستار تأسیس یافته است. در زمان صاحب استقلالی برابر دیگر مؤسسه های تعلیمی، شرایط تعلیم و تربیت و بودوباش تربیت گیرندگان در آن با دستگیری های روزافزون پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهتر و خوبتر گردیده، با سهم صاحبکار وطنی تمام بناهای آن تعمیر و نوسازی شده است. این مؤسسه تعلیمی برای 550 نفر تربیت گیرنده پیش بینی گردیده، عین حال در آن 459 خواننده به تحصیل همه‌جانبه فرا گرفته شده است. در مکتب اینترنت 74 نفر آموزگار و مربیان با معلومات عالی کسبی کار و فعالیت می‌نمایند. تمام صنفخانه‌های مؤسسه با عیانیت و واسطه‌های تعلیمی تامین بوده، نسل نورست در اساس راهنمایی‌های سرور یتیم پرور مملکت به دانش آموزی مشغول می‌باشند. برای جلب تربیت گیرندگان مؤسسه تعلیمی به نمودهای گوناگون ورزش و سالمگردانی در حدود مکتب اینترنت میدانچه‌های زمانوی ورزشی نیز بنیاد کرده شده است. ما نسل نورستی دوران صاحب استقلال کشور از مهربانی و غمخوری‌های پدرانه پرزیدنت کشورمان پیوسته برخوردار هستیم و هیچگاه یتیم بودن خود را احساس نمی‌نماییم، زیرا سرور دلسوز و مهربان داریم. برای دستگیری همیشگی و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت مینه‌داری به پایان خویش را ایثار داشته قول می‌دهیم که در مؤسسه با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده، در آینده می‌خواهم آموزگار شده و بر خلق و وطنم صادقانه خدمت کنم. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپر نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است، در هر قدم به فکر ما است. ما تعلیم گیرندگان برای اهدای باز یک تحفه به بها که در روز دانش و عرفه جشن استقلالیت ملی که با خشت مهر و محبت و غمخواری بینظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بنیاد گردیده است، مینه‌داری خود را بیان می‌سازیم. همزمان وعده می‌دهیم که نامبرداران کشوری از زمان می‌گردیم. هر سال سراغ ما بیایید، بر ما در مهر خود گشایید. یک سال به شادی بگذرد روز، هستید به هر یتیم دلسوز. اطراف بینای خوابگاه نوی مکتب اینترنت در دایره اقدام‌های سازنده آباد و زیبا کرده شده، گل‌های رنگارنگ و نهال‌های همیشه سبز شنانیده شده است. همزمان برای تامین استراحت خوب و با فراغت تربیت گیرندگان نزد خوابگاه با هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانه‌های کودکانه زینت داده شده، نشستگاه‌ها و یک فواره زیبا گذاشته شده است. روشنایی بنا و اطراف آن را شبانه چراغ‌های گوناگون روشنی دهنده تأمین می‌نماید. سرور دولت محترم امام علی رحمان برای فراهمسازی امکانات معاصر در خوابگاه مؤسسه با صاحبکار وطندوست محمود جان مرادوف برای دستگیری از سیاست سازنده و اجتماعی رهبریت عالی حکومت کشور اقدام‌های بشردوستانه و انجام دادن کارهای خیر اظهار سپاس کردند. صاحبکار وطنی باز اقدام گرفتند که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه
مؤسسه نوی تعلیمی برای 3500 نفر خواننده در 2 بست را ساخته به استفاده می دهد.